سیستم عامل مثل یه مدیر توانمند همه برنامه‌ها و سخت افزارهای کامپیوتری رو فرماندهی و اونا رو هماهنگ میکنه. بدون این مدیر کاردان هر برنامه برای انجام کوچکترین کار به تنظیمات جداگانه و کنترل دقیق سخت افزاری نیاز داره. تو کامپیوترهای اولیه بدون وجود سیستم عامل هر برنامه نیازمند مجموعه بزرگی از اطلاعات سخت افزاری بود تا بتونه با اونا ارتباط برقرار کنه و به کاربر خروجی بده. این آشفتگی و پیچیدگی کار با کامپیوتر رو بسیار سخت و دشوار کرده بود. اما یه اتفاق باشکوه به این هرج و مرج پایان داد و اون ظهور سیستم عامل بود. سلام، من آریا کرنافی هستم و به تکنورد خوش اومدین. تو هر قسمت از تکنورد ما یه داستان از دنیای پرفراز و نشیب تکنولوژی تعریف میکنیم. این قسمت تاریخچه سیستم عامل ها. با آریا کرنافی میریم به این سفر، بدون اینو که تو حالا هستی تکنورد. اگه باشیم باش توی این سفر، از این به بعد اسممون میشه تکنورد. قبل از هر چیزی باید اینو بگم، به دلیل اینکه سیستم عامل ها توسط شرکت های مختلف و البته تو بازه های زمانی متفاوت در دست تولید و توسعه بودن، ممکنه خیلی تو زمان و تاریخ ها عقب و جلو بشیم. ولی سعی کردیم تمام جنبه ها رو در نظر بگیریم. سیستم عامل ها بر اساس زمان عرضه به چند دسته تقسیم میشن. سیستم عامل‌های اولیه از ابتدای دهه 1950 تا دهه 1970 میلادی برای ابرکامپیوترها و البته کامپیوترهای غول‌پیکر. سیستم عامل‌های میکروکامپیوترها تو دهه 1970 میلادی که منجر به شکلگیری سیستم عامل‌های امروزی شدند. سیستم عامل‌های کامپیوترهای خانگی در دهه 1980 میلادی که بعضی از اونها رو امروز میشناسیم ولی اکثرا منسوخ شدن یا تغییر شکل و ساختار دادن. و البته سیستم عامل‌های مدرن که از ابتدای دهه 1990 میلادی با ظهور لینوکس، ویندوز و مک او اس به مرور شکل گرفتن و تا حالا هم ادامه دارن. اولین کامپیوترهای غول‌پیکری بودن که در واقع هیچ سیستم عاملی نداشتن. هر کاربری برای مدت زمان مشخص و از پیش تعیین شده ای از کامپیوتر استفاده می کرد و برنامه ها و داده های خودش رو روی کاغذهای پانچ شده یا نوار مغناطیسی ذخیره می کرد. برنامه به همین صورت روی دستگاه بارگذاری می شد و تا زمان تکمیل یا خراب شدن برنامه کامپیوتر مشغول کار بود. برای اینکه برنامه نویس ها بتونن کد برنامه ها رو به کد ماشینی تبدیل یا ترجمه کنن، زبان های نمادین، اسمبلرها و کامپایلرها ایجاد شدن. کمی بعد کامپیوترها به کتابخانه هایی از کدهای پشتیبان و از پیش تعریف شده روی نوارهای مغناطیسی مجهز شدن. این اتفاق کمک بزرگی برای برنامه نویس ها بود و این سرآغازی بود بر سیستم عامل‌های مدرن. با قدرتمندتر شدن ماشین‌ها، زمان اجرای برنامه‌ها کمتر شد. اپراتورهای مخصوص جایگزین برنامه نویس‌ها شدند تا از دستگاه‌ها مراقبت کنند. قابلیت‌های امنیتی به سیستم‌ها اضافه شد و محاسبه زمان استفاده به جای ساعت دیواری به صورت اتوماتیک به ماشین‌ها اضافه شد. همه این ویژگی‌ها ایده‌های اولیه برای ایجاد یک سیستم عامل واقعی رو رقم زد. بالاخره کتابخانه‌های مجزا هم توی یه برنامه ادغام شدن و کنترل منابع رو به دست گرفتن. طوری که میتونستن اجرای برنامه ها رو کنترل کنن، میزان استفاده رو ثبت کنن و بعد از اتمام کار منابع سخت افزاری رو به چیز دیگه ای اختصاص بدن و آماده پردازش کار دیگه ای بشن. تا قبل از اینکه اصطلاح سیستم عامل باب بشه، به مجموعه این کارها برنامه های نظارتی یا Monitor Programs
گفته میشد. شاید فکر کنین یه برنامه پایه که فقط وظایف ابتدایی مدیریت سخت افزار، زمانبندی اجرا و نظارت بر منابع رو به عهده داره تقریبا هیچ ربطی به مفهوم سیستم عامل نداره. باید بدونید که مفهوم سیستم عامل تو طول زمان دستخوش تغییر شده. همونطور که خودروهای اولیه فاقد امکاناتی مثل سرعت سنج، رادیو یا کولر بودن، خیلی از قابلیت‌های برنامه‌هایی که ما امروزه اونا رو میشناسیم و ازشون بهره مندیم بعدها به قابلیت‌های سیستم عامل تبدیل شدن. به طور کلی ریشه اصلی سیستم عامل‌های اولیه چیزیه که امروزه اون رو به اسم هسته یا کرنل میشناسیم. کرنل در واقع هسته اصلی سیستم عامله که تقریباً کنترل و نظارت کل سیستم عامل رو به عهده داره. همچنین کرنل برای جلوگیری از تداخل بین برنامه‌های مختلف همیشه در حال اجراست. کرنل همیشه در حافظه باقی میمونه و برقراری ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار رو آسون‌تر میکنه. اولین سیستم عامل که به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفت اسمش GM-NAA-IO بود. این سیستم عامل سال 1956 برای کامپیوتر IBM 704 تو بخش تحقیق و توسعه جنرال موتورز ساخته شد. اینم باید بدونین که IBM معمولا نقشی تو تولید سیستم عامل ها نداشت و اکثر مشتری های IBM خودشون برای کامپیوترها بر اساس نیازشون سیستم عامل طراحی میکردن. به همین خاطر بود که اون زمان با انبوهی از سیستم عامل ها مواجه بودیم که به صورت اختصاصی برای انجام کارهای خاصی طراحی شده بودن. همین موضوع باعث می شد که هر کدوم از این سیستم عامل ها روش اجرایی و مدل دستوری خودشون رو داشته باشن و از امکانات منحصر به فردی بهره ببرن که سیستم عامل های دیگه اونا رو نداشته باشن. در صورتی که شرکتی قصد داشت از برنامه شرکت دیگه ای استفاده کنه، باید اون برنامه رو به صورت دستی کامپایل مجدد میکرد و بعد از تست روی کامپیوتر خودش اجرا میکرد. خیلی ساده بخوام بگم، شما زمانی که یک برنامه مینویسین برای دیدن نتیجه کار باید اون رو اجرا کنید. به این کار کامپایل میگن. کامپایلر که به اون مترجم هم میگن برنامه یا مجموعه از برنامه هاست که برنامه نوشته شده توی زبان برنامه نویسی رو میخونه و اونو به یه برنامه قابل اجرا تبدیل میکنه. این آشفته بازار سیستم عامل ها که ازش صحبت کردیم تا دهه 1960 میلادی ادامه پیدا کرد تا اینکه IBM تصمیم گرفت به عنوان شرکت پیشروی سخت افزاری خودش دست به کار بشه و کار روی یک سیستم عامل اختصاصی برای مجموعه‌ای از ماشین ها معروف به سیستم 360 رو شروع کنه. ویژگی مشترک همه این ماشین ها معماری دستور عمل ورودی خروجی یکسان اینها بود که همین موضوع باعث شد تا IBM توسعه یه سیستم عامل معروف به اسم OS 360 رو شروع کنه. اما ایجاد یه سیستم عامل یک پارچه اونقدر هم که IBM فکرش رو میکرد راحت نبود. توسعه این سیستم عامل افسانه‌ای اونقدر طولانی شد که در مورد روند توسعهش حتی یک کتاب مرجع نوشته شده. به هر حال به دلیل تفاوت در کارایی سخت افزار ماشین‌ها در نهایت به جای یک سیستم عامل چند سیستم عامل مختلف معرفی شد. IBM دو سیستم عامل اصلی OS 360 و DOS 360 رو توسعه داد. البته این داس با اون داسی که بعداً ما ازش استفاده کردیم خیلی فرق میکنه که حالا در ادامه بهتون میگم. OS 360 خودش از 3 نسخه مختلف تشکیل شده بود. اولی PCP برای کاربرای اولیه و اونایی که منابع لازم برای مالتی پروگرامینگ رو لازم نداشتن. دومی MFT بود برای سیستم های میان رده که تو سالهای دهه 1980 منسوخ شد. و سومی هم MVT که برای سیستم های بزرگ طراحی شده بود. مهمترین ویژگی این نسخه نسبت به دوتای دیگه مدل مدیریت حافظه پیچیده تر اون بود و از جهات دیگه کاملا شبیه PCP و MFT بود. بنابراین بیشتر برنامه ها بدون نیاز به کامپایل مجدد روی این نسخه هم قابل استفاده بودن. اما بهتون گفتم که
IBM یه سیستم عامل دیگه هم توسعه داد به اسم داس 360 که به شکل قابل توجهی با نسخه های OS 360 متفاوت بود. این سیستم عامل برای سیستم های کوچیک سری سیستم 360 توسعه داده شده بود. کمی بعد چندین سیستم عامل دیگه هم برای کامپیوترهای سیستم 360 IBM توسط توسعه دهنده های دیگه مثل میشیگان ترمینال سیستم که به اختصار MTS هم بهشون گفته میشه توسعه داده شد. اما این فقط IBM نبود که قصد داشت یه سیستم عامل اختصاصی برای کامپیوترهاش توسعه بده. درست تو همون زمان شرکت دیگه‌ای به اسم CDC سیستم عاملی رو به نام اسکوپ برای پردازش دسته‌ای توسعه داد. اما پردازش دسته‌ای چی هست اصلا؟ فرض کنین لیست بلند بالایی از کارهای تکراری رو در دست انجام دارین. انجام تک به تک این کارها توی این لیست خیلی طاقت فرسا و سخت به نظر میاد. اینجاست که پردازش دسته‌ای به کمک شما میاد. توی این روش اجرای برنامه‌ها به صورت خودکار انجام میشه. کمی بعدتر هم همین شرکت اومد یه سیستم عامل دیگه‌ای به اسم میس رو بر مبنای اشتراک زمانی عرضه کرد که خودش پایه‌گذار سیستم عامل دیگه‌ای به اسم کرونوس شد. کرونوس و سپس نوس در دهه 1970 میلادی توسعه پیدا کردند. هم امکان پردازش دسته‌ای و هم امکان مدیریت اشتراک زمانی رو داشت. من بهتون پردازش دسته‌ای رو توضیح دادم. اما سیستم مدیریت اشتراک زمانی چیه؟ خیلی ساده اگه بخوام بگم اینجوری میشه که فرض کنین توی یه رستوران خیلی شلوغ قصد داریم که غذا سفارش بدیم. توی یه سیستم سنتی باید منتظر بمونین تا تمام سفارش‌های قبلی آماده بشه و بعد نوبت شما بشه. خب قطعا میدونین که این روش چقدر زمانبر و خسته کننده است. تو سیستم اشتراک زمانی به صورت همزمان چندین آشپز و احتمالاً کمک آشپز کار میکنن تا سفارش شما آماده بشه و هر آشپز به سرعت بین سفارش ها جابجا میشه و در لحظه میتونه چند تا غذا رو آماده کنه. با این روش تمام سفارش ها به سرعت و به صورت همزمان آماده میشه و دیگه خبری از انتظار طولانی برای دریافت غذاتون نیست. تو دنیای کامپیوترها هم دقیقاً همین اتفاق میفته. سیستم‌های چند برنامگی مثل رستوران‌های شلوغ سنتی بودن که فقط امکان ارائه سرویس به یک نفر رو در لحظه داشتن، اما سیستم‌های اشتراک زمانی مثل رستوران‌های مدرن به چندین کاربر اجازه میدن در آن واحد از یک کامپیوتر استفاده کنن و پردازنده مرکزی یعنی همون CPU خودمون به سرعت بین وظایف مختلف در حال انجام جابجا میشه. اواخر دهه 1970 میلادی CDC با همکاری دانشگاه ایلینوی از پروژه‌ای تحت عنوان پلاتو رونمایی کرد. پلاتو از نمایشگرهای پلاسما و شبکه‌های اشتراک زمانی با قابلیت کنترل از راه دور بهره می‌برد. فناوری‌های به کار گرفته شده تو پروژه پلاتو امکاناتی مثل چت لحظه‌ای و یا بازی‌های گرافیکی چند نفره رو برای کاربر فراهم می‌کرد که تو زمان خودش بسیار نوآورانه محسوب می‌شد. البته بازی گرافیکی میگم فکر نکنید دارم راجع به بازی‌هایی که امروزه داریم بازی می‌کنیم. یه سری بازی گرافیکی خیلی ساده. یکم بعد شرکت یونیوک که به عنوان اولین تولید کننده کامپیوترهای تجاری هم شناخته میشه سیستم عاملی رو به نام اگزک-1 توسعه داد و بعد از اون شرکت دیگه نسخه دوم همین سیستم عامل رو برای یونیوک پیاده سازی کرد. روند توسعه این سیستم عامل ها تا چند نسخه دیگه هم ادامه پیدا کرد. برای مثال اگزک 8 یا همون 8مین نسخه اگزک از روش پردازش دسته‌ای، پردازش برخط تراکنش ها و کلی امکانات دیگه هم پشتیبانی میکرد. کمی بعد یونیوک سیستم ریل تایم بیسیک رو برای پشتیبانی از مدیریت اشتراک زمانی تو مقیاس بزرگ توسعه داد. چند سیستم عامل دیگه هم توسط شرکت‌های مثل جنرال الکتریک و دیجیتال اکویپمنت در ادامه همین روند طراحی و توسعه داده شدند.
بعدها زیراکس هم با همکاری شرکاش سیستم عاملی برای سری کامپیوترهای سیگما ارائه کرد که امکانات متنوعی ارائه میداد. اواخر سالهای دهه 60 میلادی آزمایشگاه‌های بل متعلق به شرکت معروف AT&T از سیستم عامل یونیکس رونمایی کرد. یونیکس یکی از اولین سیستم عامل‌های مدرن به حساب می اومد. در واقع ابتدا به صورت رایگان در دسترس نبود و مجوز اون به صورت اجاره‌ای به نهادهای مختلف فروخته میشد. این سیستم عامل به دلیل اینکه سهولت دسترسی داشت، خیلی راحت میشد توش تغییرات ایجاد کرد، به صورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفت. یونیکس با زبان برنامه‌نویسی معروف و محبوب سی نوشته شده بود، بنابراین امکان انتقال به انواع معماری‌های سخت افزاری با پورت کردن زبان سی براش وجود داشت. عرضه یونیکس با روی کار اومدن مینی کامپیوترها یا به قول شرکت‌های اون زمان کامپیوترهای میان رده همزمان شده بود. یونیکس به سرعت به سیستم عامل اصلی مینی کامپیوترها تبدیل شد و استفاده از اون به شدت رواج پیدا کرد. به دلیل اینکه این سیستم عامل چند کاربره بود، از چند وظیفگی پشتیبانی می‌کرد، سرویس مدیریت فایل داشت، به سرعت بین جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی محبوب شد و نسخه‌های مختلفی از اون توسط سازمان‌ها و دانشگاه‌های مختلف توسعه پیدا کرد. سال 1975 ششمین نسخه یونیکس عرضه شد که به شدت مورد توجه مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه قرار گرفت. بعد از اون پایدارترین نسخه یونیکس که هفتمین نسخه اون باشه تو سال 1979 عرضه شد که همین پایداری نسبتاً خوب به عنوان مبنایی برای توسعه یونیکس تو سالهای آینده شناخته میشه. بد نیست بدونی یونیکس الهام بخش توسعه نرم افزارهای متن باز و آزاد محسوب میشه. یونیکس به دلیل طراحی ماژولار و البته مفاهیم پیشرفته‌ای که معرفی کرد تأثیر زیادی روی توسعه نرم افزارهای متن باز داشته. 3 فلسفه اصلی یونیکس که توی توسعه نرم افزارهای اوپن سورس یا هم متن باز تأثیر داشتن شامل این موارد میشن. اولیش فلسفه طراحی بوده. سادگی، قابلیت استفاده مجدد و ماژولار بودن به شدت روی طراحی نرم افزارهای متن باز تأثیر گذاشته. دومیش تعریف استاندارد بوده. پازیکس یا رابط استاندارد برای سیستم عامل‌های قابل حمل که برای ایجاد هماهنگی بین نسخه‌های مختلف یونیکس ایجاد شده بود، به طور گسترده‌ای تو دنیای نرم افزارهای متن باز مورد استفاده قرار گرفت. سومی مفهوم مجوزهای آزاد بوده. مجوزهای آزاد مثل GPL که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم چیه، بر اساس اصول آزادی استفاده، مطالعه، تغییر و توزیع نرم افزارها ایجاد شده بود و به طور مستقیم از یونیکس الهام گرفته شده بودن. اینم باید بهتون بگم سیستم عامل‌های زیادی بر مبنای یونیکس عرضه شدن که قطعاً شما امروز محبوب ترینش رو میشناسین. درسته؟ اپل مک او اس. یکم بعد اوایل دهه 1980 میلادی یه سیستم عامل دیگه به اسم پیک عرضه شد. خیلی زود به یه رقیب جدی برای یونیکس تبدیل شد و خیلی زودم از رقابت خارج شد. به وجود اومدن یونیکس باعث شد تا یه مفهوم دیگه تحت عنوان سیستم عامل‌های شبه یونیکس هم شکل بگیره. حالا این شبه یونیکس یعنی چی؟ شبه یونیکس به سیستم عامل‌های گفته میشه که لزوماً بر پایه یا انشابی از یونیکس نیستن، ولی رفتارهای یونیکس رو به ارث بردن. اینم باید بهتون بگم که یک فلسفه خیلی کلی برای طراحی یونیکس وجود داشته، ولی هیچ استاندارد فنی برای تعریف اصطلاح سیستم عامل‌های شبه یونیکس وجود نداره. به طور کلی به هر سیستم عاملی که رفتار یونیکس رو تقلید میکنه شبه یونیکس میگن. یکی از معروف ترین سیستم عامل‌هایی هم که شبه یونیکسه همین لینوکس خودمونه که حالا جلوتر اونم توضیح میده.
اواسط دهه 70 میلادی نسل جدیدی از کامپیوترها وارد بازار شد که از پردازنده‌های 8 بیتی استفاده می‌کردند. موتورولا و اینتل سردمدار تولید این پردازنده ها بودند. این رایانه ها برای سرگرمی جهت استفاده علاقه‌مندا طراحی شده بود، اما خیلی سریع به ابزار مصرفی کسب و کارها و شرکت‌ها تبدیل شد. اکثر کامپیوترهای 8 بیتی اون دوران مثل اپل 2 یا بی بی سی مایکرو میتونستن سیستم عامل‌های ثانویه رو اجرا کنن، اما این کار بین کاربرا اصلاً رایج نبود. یه سری سیستم عامل‌های داخلی هم برای این کامپیوترها طراحی شده بود، البته اگه بشه اسمش رو گذاشت سیستم عامل. زمانی که فلاپی دیسک ها انقدر گرون بودن، مردم مجبور می‌شدن برای ذخیره‌سازی از نوار کاست استفاده کنن. از طرف دیگه هم محدودیت‌هایی مثل عدم تنوع سخت افزاری یا مشکل مدیریت منابع باعث می‌شد که کسی سراغ سیستم عامل نره اصلا. به مرور زمان با افزایش قدرت و حافظه کامپیوترها و افزایش منابعشون، سیستم عامل‌ها برای کامپیوترهای خونگی محبوبیت پیدا کردن. یعنی کاربرا علاقه پیدا کردن که برن سیستم عامل رو روی کامپیوترهاشون نصب کنن. به مرور زمان و بعد از ظهور ریز پردازنده ها، امکان استفاده از کامپیوترهای ارزون قیمت برای کسب و کارهای کوچیک و افراد علاقه‌مند فراهم شد. کم کم امکان ارتقای سخت افزاری براشون فراهم شد و نیاز بازار به یک سیستم عامل یکپارچه رو بیشتر کرد. ادامه این روند باعث شد تا شرکت‌ها سراغ استفاده از رابط گرافیکی برن. سیستم پنجره معروف که امروز ما ازش استفاده می‌کنیم اولین بار توی سیستم عامل یونیکس ارائه شد، بعدها توی سیستم عامل‌های دیگه هم مورد استفاده قرار گرفت. البته نباید نقش مرکز تحقیقات و توسعه شرکت زیراکس رو تو توسعه اولین رابط گرافیکی برای کاربرا تو سیستم عامل‌ها رو نادیده بگیریم. باید بدونید که رابط گرافیکی زیراکس آلتو نقشه راه رابط کاربری گرافیکی رو برای حداقل 2 دهه آینده شرکت‌های توسعه سیستم عامل ترسیم کرد. با ورود به دهه 90 میلادی و رواج رایانه‌های شخصی، 3 سیستم عامل به صورت بسیار گسترده مورد توجه و البته استفاده قرار گرفت: مک او اس شرکت اپل، لینوکس اوپن سورس و البته مایکروسافت ویندوز. بیاین دوباره یکم برگردیم عقب. مایکروسافت سال 1975 توسط بیل گیتس و پاول آلن به وجود اومد. هدف اونا توسعه و فروش مینی کامپیوتری به اسم آلتر 8800 بود. اما خیلی زود این تیم جوان متوجه یک کمبود بزرگ تو بازار شدن و بله، اون سیستم عامل بود. اونا اوایل دهه 80 میلادی یه توزیع اختصاصی از یونیکس رو به اسم زنیکس روانه بازار کردن. اونا این سیستم عامل رو مستقیم به کاربران نمیفروختن و اونو در اختیار شرکت‌هایی مثل اینتل یا آی بی ام قرار داده بودن. اما این سیستم عامل ام اس داس بود که آغازگر سلطه مایکروسافت تو رایانه‌های شخصی بود. اما اصلا این ام اس داس از کجا به وجود اومد؟ نسخه اصلی و اولیه داس توسط شرکت بسیار کوچیک در سیاتل به اسم محصولات کامپیوتری سیاتل توسعه داده شده بود. اونا اسمش رو گذاشته بودن 86 داس، ولی به اسم کیو داس هم شناخته میشد. این البته یه اسم داخلی بود بین خودش. این اسم کیو داس مخفف عبارت کویک اند درتی اپریتینگ سیستم بود. سال 1981 مایکروسافت توی یه قراردادی موظف شد که یک سیستم عامل رو برای آی بی ام توسعه بده و همینجا بود که اونا تصمیم گرفتن کیو داس رو خریداری کنن و توسعه بدن. خیلی هم سریع اینو خریداری کردن، اسمش شد ام اس داس و خب ام اس داس قابلیت اجرای همزمان برنامه‌ها یا همون مالتی تاسکینگ رو نداشت و در آن واحد فقط میتونست یه برنامه رو اجرا کنه. داس حالا اینجا در واقع کوتاه شده عبارت دیسک اپریتینگ سیستم بود. سیستم عاملی که برای کارکرد خودش به هارد دیسک نیاز داشت و همونطور که گفتم ام اس داس
تبدیل شد به برگ برنده مایکروسافت. خب ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که اپل اون موقع از چه سیستم عاملی استفاده میکرد. سال 1977 اپل 2 معرفی شد که فاقد سیستم عامل بود. بنابراین استیو جابز تصمیم گرفت که یه سیستم عامل رو به صورت برون سپاری شده تولید کنه. بنابراین اونا سال 1978 طی یک قرارداد $13,000 با شرکت شپردز مایکروسیستم درخواست طراحی سیستم عامل رو امضا کردن و اون شرکت متعهد شد ظرف 35 روز این سیستم عامل تحت هارد دیسک رو بهشون تحویل بده. تو ماه ژوئن سال 1978 حدود یک سال بعد از عرضه کامپیوتر اپل 2 سیستم عامل اپل داس 3.1 منتشر شد. اینطوری بود که نخستین سیستم عامل مبتنی بر دیسک برای کامپیوترهای اپل از راه رسید. همه اینا جرقه‌هایی بودن تا در آینده سیستم عامل به یک مفهوم مهمتر و واقعی‌تر تبدیل بشه. داس مثل خودروی قدیمی ساده بود که فقط میشد اون رو روشن کرد و به جلو حرکتش داد. اونا برای کارهای خاص طراحی شده بودن که همه این کارها هم از پیش تعیین شده بود. رابط کاربری اونا معمولاً فقط یک خط فرمان ساده بود. همونطوری که گفتم رابط گرافیکی اولین بار توسط شرکت زیراکس تو دهه 1970 میلادی توسعه داده شد. اونا رابط گرافیکی رو تحت مفهومی به اسم محیط کاربری توسعه دادن. زیراکس آلتو و زیراکس استار دو تا محصول انقلابی بودن که از این محیط کاربری هرچند ابتدایی پشتیبانی می‌کردن. این ایده اولیه یکم بعد به دست اپل و مایکروسافت رسید. اپل سال 1983 با عرضه کامپیوتر خونگی اپل لیسا از اولین سیستم عامل دارای رابط گرافیکی شبیه به چیزی که تو سیستم عامل‌های امروزی داریم یعنی لیسا او اس رونمایی کرد. البته این رابط گرافیکی سیاه و سفید بود و کاربرای خونگی موفق شدن بعد از نزدیک به یک دهه به این رابط گرافیکی دست پیدا کنن. یک سال بعد اپل از اپل سیستم وان رونمایی کرد. سیستم وان مقدمه‌ای بر ساخت سیستم عامل مک او اس کلاسیک بود. عمده تفاوت این دوتا سیستم عامل تو این بود که لیسا او اس قابلیت اجرای همزمان برنامه‌ها رو داشت، اما سیستم وان با اینکه یک سال دیرتر هم به بازار عرضه شده بود فقط میتونست یه برنامه رو در آن واحد اجرا کنه. این موضوع از جایی نشأت میگرفت که نخستین مکینتاشی که به بازار عرضه شده بود حافظه رم محدودی داشت و صد البته که هارد دیسک داخلی هم نداشت. مایکروسافت هم تو این مدت بیکار نشسته بود و دقیقاً یک سال بعد یعنی سال 1985 از ویندوز 1 یا ویندوز وان رونمایی کرد. حقیقت اینه که ویندوز وان یه سیستم عامل مستقل و کامل نبود. اون در واقع یه رابط گرافیکی بود که روی هسته یا کرنل مایکروسافت داس اجرا میشد. اما برخلاف MS DOS قابلیت اجرای همزمان برنامه‌ها رو داشت و مایکروسافت چندین نرم افزار رو به صورت پیش‌فرض روی این سیستم عامل به کاربرا عرضه می‌کرد. نوتپد، پینت، ویندوز رایت، ماشین حساب، تقویم و البته از همه اینا مهمتر سیستم مدیریت فایل از برنامه‌هایی بودن که به صورت پیش‌فرض روی ویندوز وان وجود داشتن. خیلی از کارشناسان معتقدن که رابط گرافیکی این نسخه ویندوز به شدت تحت تأثیر لیسا او اس و سیستم وان اپل بوده. شاید فکر کنین که رابط گرافیکی ویندوز وان تونست موفق عمل کنه. نه، اینطور نیست. دقیقاً تو همین زمان شرکت دیجیتال ریسرچ یه رابط گرافیکی به نام جم برای کامپیوترهای IBM که به MS DOS مجهز بودن عرضه کرد. این رابط گرافیکی حتی میتونست روی رایانه‌های فاقد رابط گرافیکی نصب بشه. یعنی شما فرض کنین که یک سیستمی داشتین که روش MS DOS نصب بود و رابط گرافیکی نداشت. خیلی راحت میتونستین جم رو روش نصب کنید. با اینکه خیلی زود تاریخ انقضای این رابط گرافیکی از راه رسید، اما تونست تأثیر به شدت منفی و اونم به صورت خیلی زیاد روی عرضه ویندوز وان بذاره. ویندوز وان تو زمان خودش قیمتی معادل $99 داشت که قابل نصب روی کامپیوترها و مینی کامپیوترهای اون دوران بود. در مقابل برای داشتن یه اپل لیسا با سیستم عامل لیسا باید چیزی حدود $9,995 هزینه می‌کردیم که به قیمت امروزی یه چیزی هولوش $30,000 میشه.
ویندوز 3 سال 1990 از راه رسید. رابط گرافیکی جدیدی برای اون طراحی شده بود و حالا میتونست پخش صوت و تصویر داشته باشه و البته از CD رام پشتیبانی کنه. رابط کاربری این سیستم عامل چالشی بزرگ برای اپل محسوب میشد. 6 آوریل 1992 ویندوز 3.1 از راه رسید. ویندوز مدیا پلیر و ساند رکوردر به اون اضافه شده بود و سیستم مدیریت فایل و کنترل پنل توسعه پیدا کرده بودند و برای اولین بار رجیستری ویندوز معرفی شد. خیلی ساده و جمع و جور بخوام توضیح بدم، فکر کن رجیستری ویندوز مثل دفترچه خاطرات خیلی بزرگ و مهم برای کامپیوتره. توی این دفترچه همه چیزهایی که یاد گرفته رو حفظ و ذخیره میکنه. مثلا اینکه چه برنامه‌هایی نصب شده، رنگ پس زمینه دسکتاپ چیه، ماوس و کیبورد چطوری با هم دیگه کار میکنن. به طور کلی دستورالعمل استفاده از تک تک نرم افزارها و سخت افزارها تو این قسمت ثبت شده. اینم باید بهتون بگم که ویندوز 3.1 آخرین سیستم عامل 16 بیتی مایکروسافت بود و بعد از اون ویندوز NT عرضه شد. ویندوز 32 بیتی متولد شد. ببینید زمانی که ویندوز NT 3.1 عرضه شد، ویندوز قبلی یعنی 3.1 بازار خیلی خوبی داشت و کاملا هم موفق عمل کرده بود، ولی خب یه مشکل خیلی بزرگ وجود داشت. ویندوز 3.1 برای عملکردهای ضروری متکی به سیستم عامل MS-DOS بود که معماریش یه معماری 16 بیتی محدود بود و اینطوری بود که ویندوز 3.1 NT از راه رسید. NT مخفف نیو تکنولوژی یا به فارسی فناوری جدید بود. مایکروسافت با انتخاب این اسم میخواست به کاربر القا کنه که مهندسی جدیدی روی این نسخه از ویندوز انجام شده. پس رابط گرافیکی موفق ویندوز 3.1 رو حفظ کرد و نخستین سیستم عامل 32 بیتی مایکروسافت منتشر شد. ویندوز NT 3.1 تو زمان عرضه به دلیل سیستم مورد نیاز قدرتمند و کمبود برنامه‌های 32 بیتی به شدت دچار افت فروش شد و در مجموع تا پیش از عرضه NT 3.5 حدود 300,000 نسخه فروش رفت که در برابر 3 میلیون فروش نسخه 3.1 یه شکست بسیار بزرگ برای مایکروسافت محسوب میشد. اما مایکروسافت به آینده اطمینان داشت. اون طرف حوزه اما اپل هم بیکار نشسته بود. همونطور که گفتم اپل با عرضه سیستم وان مسیر عرضه سیستم عامل مک او اس کلاسیک رو شروع کرده بود. نسخه های بعدی این سیستم عامل از 2 تا 5 با بهبودهایی از جمله اتصال به چاپگر، ایجاد شبکه و مواردی شبیه به این تا سال 1987 به بازار عرضه شدن. اما نسخه های 6 و 7 نسخه هایی بودن که پیشرفت بسیار چشمگیری داشتن. سال 1997 نام این سیستم عامل به صورت رسمی به مک او اس تغییر پیدا کرد. مک او اس 8 و 9 آخرین نسخه های مک او اس کلاسیک بودند. پشتیبانی از سخت افزارهای بروز و وجود برنامه‌های کاربردی جدید روی این دو تا نسخه باعث شد تا محبوبیت بیشتری پیدا کنند. این سیستم عامل با وجود پیشرفت‌هایی که به دست آورده بود و حتی محبوبیت نسبی که بین کاربرا داشت، هنوز مشکل مدیریت حافظه و عدم پشتیبانی درست از مالتی تاسکینگ داشت. بنابراین اپل تصمیم گرفت تا نسل جدید مک او اس مبتنی بر یونیکس رو طراحی و توسعه بده. یونیکس از امنیت بالا، پایداری زیاد، پشتیبانی از محیط‌های چند کاربره و توانایی اجرای برنامه‌های متعدد به صورت همزمان بهره می‌برد. ویژگی‌هایی که در مک او اس کلاسیک یا وجود نداشت و یا به درستی عمل نمی‌کرد.
سلام به دنیای متن باز. توزیع نرم افزاری برکلی. این سیستم عامل بر پایه یونیکس بود اما بعدها به شبه یونیکس تبدیل شد. خانواده سیستم عامل‌های BSD از سال 1977 توسعهشون شروع شد. زمانی که بر پایه یونیکس بودن و البته اوپن سورس نبودن. ولی خب از سال 1991 تقریبا زمانی که لینوکس عرضه شد اینا هم متن باز و رایگان شدن. سال 1998 یه دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه برکلی به اسم بیل جوی شروع به کامپایل اولین نسخه از BSD کرد و اسمش رو گذاشت وان BSD. البته وان BSD بیشتر از این که سیستم عامل باشه یه افزونه با امکانات بیشتر برای ششمین نسخه از یونیکس بود. از معروفترین توضیح‌های BSD میشه به فری BSD، اوپن BSD، نت BSD و دراگونفلای BSD اشاره کرد که البته تو بین این نسخه ها فری BSD 77% بازار رو در اختیار داره. به دلیل شباهت‌های خیلی زیاد BSD به یونیکس بارها از این بنیاد شکایت شده. مثلا سال 1992 بنیاد BSD با لابراتوار یونیکس وارد دعوای حقوقی شده. لابراتوار یونیکس مدعی بوده که توزیع فری BSD به صورت غیرقانونی از سورس کد یونیکس استفاده کرده. در نهایت دادگاه اما به نفع BSD رأی داده. این حکم برای جامعه BSD یک پیروزی بسیار بزرگ محسوب میشد، چون به اونا اجازه میداد به توسعه این سیستم عامل بدون نگرانی از نقض قانون کپی رایت ادامه بدن. اما یه معضل بزرگ اینجا وجود داشت و اونم این بود که تو طول این دعاوی لینوکس ظهور کرد و با سرعت خیلی زیادی رشد پیدا کرد. سال 1991 یه دانشجوی فنلاندی تصمیم گرفت توی پروژه دانشجوییش یه سیستم عامل رایگان بسازه. لینوس توروالدز به طور خاص این سیستم عامل رو برای سخت افزار خاصی که در اختیارش بود طراحی کرد. اون توسعه این سیستم عامل رو روی مینیکس با استفاده از کامپایلری به اسم GNUC انجام داد. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که اون مینیکس چی بود؟ بهتون گفتم که یه سری سیستم عامل بودن که شبیه یونیکس بودن اما یونیکس نبودن، بهشون میگفتن شبه یونیکس. مینیکس هم یکی از اونا بود. مینیکس بر مبنای استاندارد پازیکس طراحی شده بود و هدف از ایجاد اون توسعه آموزش بود. این سیستم عامل اولین بار سال 1987 عرضه شده بود. باز اینجا ممکنه یه سوالی براتون پیش بیاد که آقا این GNU یا گنو چیه؟ مجوز عمومی گنو یا گنو GPL یا اصلا خیلی راحت‌تر بخوام بگم همون GPL مجموعه‌ای از مجوزهای نرم افزارهای آزاد پرکاربرده که امکان مطالعه، اشتراک گذاری و اصلاح نرم افزار رو برای همه کاربرا به صورت رایگان گارانتی میکنه. خیلی خودمونی بخوام بگم هر نرم افزاری که تحت این مجوز ارائه میشه کاملا رایگان و متن بازه و هر کسی میتونه توش تغییر ایجاد کنه. این پروژه توسط شخصی به اسم ریچارد استالمن شروع شد. هدف اصلیش فراهم کردن یک جایگزین کاملا رایگان، آزاد و اوپن سورس برای یونیکس بود. ریچارد استالمن 4 اصل اساسی رو برای نرم افزارها در گنو تعریف کرده. اول، آزادی اجرا، یعنی هر کسی میتونه نرم افزار رو برای هر هدفی اجرا کنه. دوم، آزادی مطالعه و تغییر، یعنی هر کسی میتونه کد منبع نرم افزار رو مطالعه کنه و تغییر بده تا بر اساس نیازهای خودش سازگارش کنه. سوم، آزادی توزیع کپی ها، که یعنی هر کسی میتونه کپی های نرم افزار رو در اختیار دیگران قرار بده. و چهارم، آزادی توزیع نسخه های تغییر داده شده، یعنی هر کسی میتونه نسخه اختصاصی خودش رو که به وجود آورد به دیگران هم بده تا از اون استفاده کنه. گنو از چند جهت حائز اهمیت. اول، نقش اساسی در ترویج فلسفه نرم افزار آزاد و تشویق به توسعه نرم افزارهای متن باز. دوم، ایجاد مجموعه کاملی از ابزارها و برنامه‌های کاربردی که کار توسعه دهنده ها رو به شدت آسون میکنه. و سوم، توسعه هسته لینوکس که پایه شکلگیری سیستم عامل گنو لینوکس شده.
همونطور که گفتم ایده اولیه برای ساخت سیستم عامل متن‌باز رایگان بعد از عرضه یونیکس به دست اومد. به همین خاطر هم بود که لینوس توروالدز ابتدا تلاش کرد استاندارد پازیکس رو روی سیستم عامل محبوبش که داشت توسعه میداد پیاده کنه. ولی خب متاسفانه مستنداتی از این استاندارد رو به صورت کامل پیدا نکرد. بنابراین رفت سراغ سان او اس، اونجا یه سری مطالعه انجام داد و سعی کرد که از اون الهام بگیره. در تاریخ 17 سپتامبر 1991 نخستین نسخه از لینوکس به صورت رسمی منتشر شد و تو فاصله خیلی کمی تو اکتبر همون سال دومین نسخه هم از راه رسید. بعد از این داستان هزاران برنامه‌نویس تو سراسر دنیا به هسته لینوکس دسترسی پیدا کردن و هر کدوم به شکلی که دوست داشتن اونو توسعه دادن. پنگوئن لینوکس که به طور رسمی تاکس نامیده میشه، لوگوی رسمی سیستم عامل لینوکسه. در مورد انتخاب این پنگوئن به عنوان نماد لینوکس روایت‌های مختلفی وجود داره. معتبرترینشون میگه که چون توروالدز توسط پنگوئن تو کودکی گاز گرفته شده، این لوگو برای لینوکس انتخاب شده. این روایت تو وبسایت بنیاد لینوکس هم درج شده. اسمی هم که براش در نظر گرفته شده یعنی تاکس مخفف توروارد یونیکسه. آقای لینوس توروالدز میخواست اسم سیستم عامل متن‌باز شبه یونیکس خودش رو فریکس بذاره که ترکیبی از کلمه فری به معنی رایگان و یونیکس بود. یه چیز تو مایه‌های یونیکس رایگان. اما رفیقش آریو لمی که مدیر سرور دانشگاه بود موقع آپلود سیستم عامل اسمشو به لینوکس تغییر داد. اینم در واقع ترکیبی از لینوکس و یونیکس بود. توروالدز اول با این کار مخالفت کرد چون فکر میکرد خیلی خودخواهانه است که اگه بخواد اسم خودش رو روی این سیستم عامل بذاره. اما کم کم بهش عادت کرد. خلاصه بهتون بگم که این اسم خیلی اتفاقی انتخاب شد و چون خوش آهنگم بود خیلی زود سر زبونا افتاد و موندگار شد. پس داستان گنو لینوکس چیه؟ از اونجایی که لینوکس به ابزارهای گنو مجهز شده و بدون اون ابزارها ناقص محسوب میشد، با این اسم هم خطاب میشه ولی عمدتاً کاربرا اونو به اسم لینوکس میشناسن. لینوکس کاملا متن‌بازه و هر کسی میتونه توزیع و نسخه مخصوص به خودش رو با امکانات مد نظر خودش توسعه بده. اسلکویر قدیمی ترین توزیع لینوکسه که حدود سال 1993 منتشر شده. توزیع دبیان هم از محبوب ترین و با نفوذ ترین نسخه های عرضه شده لینوکسه که اونم البته سال 1993 عرضه شده و همچنان در حال انتشاره. این نسخه پشتیبانی بسیار خوبی داره و پایه بسیاری از نسخه‌های دیگه است که ما امروز ازش استفاده میکنیم. توزیع‌های لینوکس و همین چند تا نسخه محدود نمیشه و دروغ نیست اگه بگیم حداقل صدها یا هزاران نسخه از لینوکس عرضه شده. بعدها سیستم عامل‌های دیگه مثل کروم او اس توسط گوگل بر پایه لینوکس توسعه داده شد. رابط گرافیکی و کاربری اونا برخلاف سایر توزیع‌های لینوکس مرورگر کرومه که در نوع خودش متفاوت. این سیستم عامل بعدها به امکان اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی هم مجهز شد. جامعه هدف این سیستم عامل افرادی بودن که فقط وبگردی می‌کردن، کارشون به نرم افزارهای تحت وب محدود میشه. کروم او اس یه نسخه متن‌باز هم به اسم کرومیوم او اس داره. تو حوزه سیستم عامل‌ها باید از شخصیت‌های مهمی تشکر کنیم. کن تامپسون و دنیس ریچی به عنوان مخترعان و بنیانگذاران سیستم عامل یونیکس که به عنوان پایه و اساس سیستم عامل‌های امروزی شناخته میشن. باید از لینوس توروالدز تشکر کنیم، خالق هسته لینوکس به عنوان محبوب ترین سیستم عامل اوپن سورس جهان که امروزه به شدت مورد استفاده قرار میگیره. باید از ریچارد استالمن تشکر کنیم، بنیانگذار پروژه گنو که هدفش ایجاد یک سیستم عامل متن‌باز و رایگان بود. باید از اندرو استاننبام خالق مینیکس تشکر کنیم، سیستم عاملی که مبنای خلق لینوکس شد. باید از گری کیلدل
توسعه دهنده سیستم عامل CP/M که در دوران ظهور کامپیوترهای شخصی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت تشکر کنیم. باید از تیم پترسن خالق کیوداس که بعدها مایکروسافت با خرید اون MS-DOS و بعد البته ویندوز رو خلق کرد تشکر کنیم. از بیل گیتس برای خلق مایکروسافت ویندوز و توسعه اون و همینطور استیو جابز به عنوان خالق سیستم عامل مک که رابط گرافیکی بصری و نوآورانه‌ای رو به وجود آورد تشکر کنیم. و بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌ها و حتی شرکت‌های دیگه که شاید اسمشون رو کمتر شنیده باشیم اما نقش بزرگی در تکامل سیستم عامل‌ها داشتن. اگه سیستم عامل‌ها به وجود نمی اومدن استفاده از کامپیوترها به شدت پیچیده و محدود میشد. بدون سیستم عامل برنامه‌نویس‌ها و کاربرا باید به طور مستقیم درگیر کار با سخت افزار میشدن. کدنویسی باید به زبان ماشینی انجام میشد که کاری به شدت سخت‌تر از برنامه‌نویسی با زبان‌هایی که ما امروزه میشناسیم. هیچ نرم افزاری به وجود نمی اومد، بازی‌های گرافیکی شکل نمی گرفت. دسترسی به منابع سیستم محدود میشد. شبکه و ارتباطات شکل نمی گرفت. اتصال حتی دو کامپیوتر به هم خیلی دشوار می شد. کامپیوترهای شخصی هیچ وقت به وجود نمی اومدن و افراد عادی شاید هیچ وقت نمی تونستن لذت استفاده از کامپیوتر رو تجربه کنن. خلاصه که بدون سیستم عامل‌ها کامپیوتر به مفهوم امروزی و با کاربرد امروزی قطعاً وجود نداشت. تو این اپیزود سعی کردیم نگاهی به تاریخ ظهور سیستم عامل‌ها و روند توسعه و رشد اونا داشته باشیم. البته بعدها با ظهور دیوایس‌ها و دستگاه‌های جدید سیستم عامل‌های اختصاصی برای هر کدوم از این دستگاه‌ها طراحی و توسعه داده شد. مثلا سیستم عامل گوشی‌های موبایل یا تلویزیون‌ها که بعداً تو یک اپیزود مجزا در موردش صحبت میکنیم. من آریا کرنافی هستم و شما شنونده پادکست تکنورد بودین. تکنورد صدای نوآوری، جایی برای کشف دانش و فناوری. تکنورد رو میتونید از یوتیوب و کست باکس بشنوید. پاشو آمادشو میخوایم بریم سفر تو دنیای دیجیتال، شروع یه زندگی بهتر. فرقی نداره کجا باشی، تو خونه یا تو باشگاه،